مگه نمیگفتین که اگه خارج بده برگرد؟ دارم برمیگردم از لندن. بیا درسم هم تموم شده، دارم برمیگردم تهران. چون مردم غرب هیچ دیدگاهی ندارن که ما چقدر داریم لاکچری تو تهران زندگی میکنیم، در صورتی که اینجا سیستم بردهداریه، فقط مارکتینگ کشورها خوب بوده، به شما رویا فروختن، هیچ بهشت بریدی نیست، انقدر اقتصادشون مشکل داره که شرکت ها دارن به مهاجرا شغل میفروشن. اینجوری شرکت ها سر پا شغل میفروشن که دولت صداش در اومده میگه آقا بریتانیایی ها بیکارن، چجوری داری شغل میفروشیم به خارج از کشور؟ اینه مهاجرا دارن کارگری میکنن و میگن کار آر نیست. یه کار آر نیست، چرا تو مملکت خودت کارگری نکردی؟ میدونی کارگری میکنن یا شغلای خیلی چیپ دارن ولی به شما میگن دارن تو کمپانی گوگل کار میکنن، تو تسلا کار میکنن. خیلی مونده بفهمی. هر وقت خودت اومدی دیدی از نزدیک دارن واسه گوگل و تسلا کار میکنن، بیا توف کن تو صورت من. دردی نگاهی گذرا